خیلی خوابالو هم نگاه چشام. کلا شلوارش بالاه. یه دور دیگه. این دیگه خود خریدای ما تموم شد. دیگه داریم میچلونیم و میبندیم که باشیم بریم. میخوایم شروع کنیم عکاسی کنیم. بافت خریدیم، کاپشن خریدیم. آقا سلام علیکم. بعد مدت ها امیدوارم که عذر نبودن منو بپذیرید، چون که من تازه فکر کنم 1.5 ماه که برادرم از دست دادم و دیگه گفتم که باید بیام و ویدیو بذارم و باهاتون حرف بزنم و دلم کلی واسهتون تنگ شده بود. امروز قراره بریم یه جای خیلی هیجان انگیز. منم خیلی خوابالو هم نگاه چشام. شاید بهت بگم 5 دقیقه از خواب بیدار شدم. یکم حاضر شیم، ضد آفتاب و کانسیلر و اینا بزنیم و با هم دیگه بریم ببینیم کجا میخوایم بریم. ضد آفتاب. این جایی که امروز میخوام برم امیر با هم نیست، یعنی اصلا یه شغلیه، یه کاریه که کلا امیر کنارم نیست و اولین کاریه که دارم شروع میکنم مستقلانه. البته که تنها نیستم، کسی هست که با هم شریک و کمکم میکنه، ولی دوست دارم که واقعا از این کار سربلند بیرون بیام. میدونی چرا؟ چون اولین کاریه که میخوام مستقل انجامش بدم، خیلی واسش ذوق دارم. من دوست دارم که بگیره دیگه، خیلی میخوام واسش تلاش کنم. میدونم که وقتم کمه، چون میدونی دیگه این استا خیلی وقت میگیره. کسی که حالا پیج بلاگری دارن و اینا میدونن که استوری گذاشتن، استوری تبلیغ گرفتن، پست گذاشتن، ایده پست داشتن، پست گرفتن، همه اینا زمان بره. ولی به خودم قول دادم که با وجود همه اینا برنامه‌ریزی کنم، به همه کارام برسم، یه ذره از اون لاک خودم بیام بیرون، چون واقعیت 1.5 ماه خیلی تو لاک خودمم و واقعا دیگه دارم اذیت میشم از این موضوع که همش سرم تو گوشیه وقتی که بیکارم، الکی واسه خودم میچرخم یا میشینم سریال میبینم پشتم. دوست ندارم این سبک زندگی رو. امیدوارم که از آرایش کردن 2.5 ماه من لذت ببرید، ولی خراب کردم. چرا اینجوری رنگی شد؟ خب یه تینتم بزنم، یه ریملم بزنم و تموم دیگه. این از آرایشم. خیلی ملو آرایش کردم دیگه. بریم سراغ لباس. بچه لباسی که میخوام بپوشم، شلوارش که چون میخوایم با موتور بریم گفتش یه شلوار جذب بپوش. یه مانتو خنک انتخاب کنم. به نظرم یکی از این 2 مانتو انتخاب خوبیه. شلوارم هم که میخوام یه شلوار اسکینی بپوشم. این آره بپوشم و بیام. اینم از تیپم. شلوار اسکینی خیلی پارو گنده نشون میده. کیف کمری هم برداشتم که گوشی اینا رو راحت بذارم. آقا یه بار دیگه بگم، دلم واقعا واسهتون تنگ شده بود، واقعا واسه ویدیو گذاشتن تنگ شده بود و اینکه کامنت میذارین با هم حرف میزنین خیلی واقعا برام دلداری. حتی این مدت که نبودم بازم کامنتاتون رو میخوندم و کلی ماچتون دارم. منم خونه زری بریم سری یه چیزی بخوریم و سلام علیکم چوچه خانم. خدا تو رو کجا بذارم آخه؟ برای خودم هم جا نیست والا. سلام زهرا. سلام. صبونه گذاشتی؟ به به. این برای منه؟ چی توشه؟ باشه آقا. چیکو تو هم نونپنیر میخوای؟ درسته میچسبه بدهم ولی که خوش میگذره. یعنی هم که مربای انجیر میخوره با چای. سیری شد دیگه، دست خودش نیست. خوش مزه است ولی
درسته میچسبه بدهم ولی که خوش میگذره. یعنی هم که مربای انجیر میخوره با چای. سیری شد دیگه، دست خودش نیست. خوشمزه است ولی از کجا رفته؟ با ماشین اومدین که. سلام. ماشین رو گذاشتیم، موتور رو برداریم. ستر یا ابوالفضل حنانه من تو میفتیم زمین کف آسفالت. یه میبینی یه دوتا دختر وایسادن. قرار اعتماد کنیم به این آدم، ترکش بشیم یه تک جخ بزنه چیکار کنیم. سلام آقا کوروش، روزتون بخیر. ببینم کوروش شالمالش بالاه. یه دور دیگه این دیگه خودتو خفه کن. بریم همین گاز بوده گوشیم میفته. خدا رحم کنه. من کجا رو باید بگیرم؟ ما رسیدیم بالاخره. چه جای شلوغیه اینجا. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. برو چقدر باحاله. والا چه تیپ بزنیم دیگه این سری تجربه شد. مردگی تشنیم. آقا فعلا چیزی پیدا نکردیم، داریم میگردیم یه آب بگیریم فعلا. این شلواره خوشگله، این کتارم داشتم، حالا فعلا باید بگردیم. ولی خسته شدیم دیگه. چقدر آره رو سری بزن. چقدر مدلا زیاده. هر مغازه یه چیزی. این خرگوش فلنجون گیر داده به خرگوش بابا. داریم میریم نهار بخوریم. خیلی گشنمه حنانه. داریم دنبال ساندویچی میگردیم. بریم یه غذای بازاری بخوریم کیف کنیم. اینا منتظر نشستن تا من یه دونه ویدیو بگیرم. این چیه؟ چی تنوری؟ این دوتا که بندریه، اینم کالباس تنوری. بخورید. کاپشن بود دیگه. اون پاف بافتا رو گرفتیم، بعدش کاپشن گرفتیم. خب این کرده داریم کاپشن. خریدای ما تموم شد دیگه. داریم میچلونیم و میبندیم که باشیم بریم. چجوری میخوایم با موتور اینا رو ببریم آخه؟ حنانه چی کار میخوایم کنیم؟ مچبونه میخوایم بار رو بذاریم پشت موتور. بازارگردی کیف داد بازارگردی. قیافشو نکنیم خسته است. چجوری باید ببندیم الان اینو؟ پشتی من میشه اون. خوب شد. It's done. گوشیمو دو نداری گوشیمو زدی. دیگه ما اومدیم ستارخان. این بچه ها من رسوندن رفتن که دیگه من بیام کارم انجام بدم و بریم ببینیم چیا خریدیم نشونتون بدم. اینجا هم دیگه کارم تموم شد. اسنپ بگیرم و بریم خونه که کلی کار داریم. لباسا رو دراریم و اتو کنیم و عکاسی کنیم و پست کنیم. نشون بدم چی خریدیم. آقا این هم از لباسات که میخوایم شروع کنیم عکاسی کنیم. بافت خریدیم، کاپشن خریدیم، از این راه خوشگلا خریدیم. اینا رو باز میکنم ببینم. شلوار خریدیم. اگه برو رو بیشوتو کردم 4 ساعت برو خدا. ای این اتو کردم. برو.
رو بذاری حداقل سیسشو بگیری. آبیه بده برندانه. سیجه رو آقا تکرار نمیشه.